بگم مثلا من اینقدر دوست داشتم خانواده پدرم خیلی ضعیف بودن، خیلی ضعیف بودن. به خدای محمد یک کلام شده نمیگم. به 6 ماه بود عقد کرده بودیم. بابای دختر برگشت گفت بیا یا زن تو بردار ببر یا طلاقشو میگیرم. پرسون اومدن راست همین شرک. ما موقع تو سرکان دهات بودیم، اومدن راست همین شرک بلیارش بیمارستان پیدا کردم، کلیه‌مو فروختم که بدونم زنمو بیارم. اینقدر دوستش داشتم. یعنی کلیه‌تو می‌خواستی بفروشی که فقط خانومتو بگیری؟ فروختم بله. یه کلیه نداری الان؟ من ندارم. باباش برگشت گفت که بیا یا زن تو ببر یا طلاقش ازش میگیرم. نامزد بود، عقد کرده بود، خونه باباش بود. من رفتم کلیه‌مو فروختم، هزینه یه پولی جمع کردم، اومدیم عروسی کردیم. ولی متأسفانه اعتیاد همچین بلایی سرم آورد که زندگی من دست داد. الان با یه کلیه داری زندگی؟ حالا چون که زنمو دوست داشتم رفتم کلیه‌مو فروختم که تشکیل زندگی بدم، اساس بگیرم، عروسی بگیرم برای خودم. ولی این مواد متأسفانه من خیلی خار کرد. هیچ خوب برای خودم نگاه میگم خدا کنه زنده هر جا هست عاقبت بخیر بشه. همین